سلام عرض میکنم خدمت شما. در خصوص درخت پاولونیا خواستم توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. ببینید، درخت پاولونیا یک گونه غیر بومی برای ایران به حساب میاد که در واقع حالا میشه گفت موطنش شرق آسیاست. از کشور چین بگیم شروع شده، به صورت گسترده روی یک نوار شمال به جنوب کاشته شد و بعد از اون کشورهای دیگه مثل ژاپن شروع کردن به کشت، که حتی ژاپن برای صادرات به خود کشور چین برای تولیدات چوبی مثل باکس های خط تولید و غیره از اون استفاده کردن. بعدها به کشور آمریکا برده شد. در آمریکا یه سری موضوعات سر مهاجم بودنش پیش اومد که البته اثبات نشد و روی یک کمربند شرق به غرب در امریکا کاشته شد و بعدها به کشورهای اروپایی که ما به قاره سبز میشناسیمش در حال حاضر هم در حال کشت است و زراعت چوب انجام میدن. بعد خدمتتون بگم که تقریبا بیش از یک دهه است که پاولونیا به عنوان یک گونه غیر بومی وارد ایران میشه برای زراعت چوب. شناخته ترین گونه ای که الان توی ایران داریم گونه های مثل تومنتوزا و گونه فورتونی هستن که در بین اینها گونه فورتونی میشه گفتش که برای زراعت چوب با توجه به شرایط اقلیمی ایران گونه مناسبیه. ما معمولا گونه تومنتوزا رو برای محلها یا اقلیم‌هایی که مشکل سرمازدگی داریم استفاده می‌کنیم. برای گونه فورتونی بازه دمایی منفی 15 درجه سانتیگراد تا 45 درجه مشکل خاصی نداریم، اما برای گونه تومنتوزا که تحمل سرمایه بیشتری داره مینیموم دما رو تا منفی 22 در نظر میگیریم. برای گونه های دیگه مثل آلینگاتون یا گونه های هیبریدی که شینگتون میتونه معروف ترین اونها باشه، اونها هم موجوده و میشه گفتش که گونه هیبریدی در واقع یک نوع پیوندی میان گونه های مثل فورتونی و تومنتوزا است تا بتونه بهره‌مند از ویژگی های مثبت جفتشون باشه. تنها مشکلی که وجود داره یک کمی در واقع میشه گفت تشخیص درست بودن این تکامل هست، دوره تکامل این پیوند ژنتیکی میتونه باشه و خیلی شناسنامه موثقی موجود نیست. در خصوص نیازها، ببینید گونه پاولونیا یک گونه غیر بومی است. در کشاورزی برای انجام دادن کشت یک گونه غیر بومی و شروع کار نیاز به 3 نکته داریم. اولین نکته شرایط اقلیمی یک منطقه است که ما باید بشناسیمش. مهمترین شرایطی که میتونیم در مورد اقلیم بگیم ارتفاع از سطح دریا، ماکسیموم و مینیموم دمای اون منطقه و روند بارندگی است. و در مورد خاک مزرعه نکته دومی هست که باید حتما توجه کنید. منظور ما از خاک جنس بافتی که اون مزرعه داره به لحاظ میزان درصد رس و شن و ماسه و در واقع سنگ، شرایط فیزیکی خاک. و نکته بعدی اینه که شوری خاک ما در چه حد هست، آبی که با اون میخوایم آبیاری کنیم در چه حد شوری داره و پی اچ مورد نظری که در واقع اون خاک و آب دارن. و نکته سومی که باید توجه کنید بعد از بررسی اون 2 نکته که خدمتتون عرض کردم، در واقع شرایط و نیازهای رشد بهینه یک گونه غیر بومی است که وارد یک منطقه میشه. اگر نیازها و شرایط با اون شرایطی که در حال حاضر داریم برای یک منطقه به لحاظ اقلیمی و خاک تطابق داشته باشه و نسبت خوبی با هم داشته باشن و متناسب باشن، ما کشت رو میتونیم شروع کنیم. البته توجه کنید که باید اطلاعات بسیار خوب و اطلاعات کافی رو در مورد هر گونه گیاهی اول بدونیم و بعد شروع به سرمایه گذاری کنیم. در خصوص شرایطی که گفتم نیاز هست، کشاورزای ما میتونن کارهایی رو انجام بدن. اولین کار آزمایش آب و خاک مزرعه است که در واقع
جهاد کشاورزی و آزمایشگاه هایی که ایشون معرفی میکنن میتونن بهترین مکان برای به دست آوردن یه آنالیز مناسب از خاک مزرعه باشه. نکته بعدی در مورد شرایط اقلیمی است که شما میتونید با مراجعه به سازمان هواشناسی هر منطقه ایستگاه هواشناسی نزدیکش رو به شما معرفی میکنن و معمولا یک ریپورت 20 ساله به شما ارائه میکنن که میتونید با در واقع اون رو از طریق واتساپ به شماره مزرعه کارآفرینی بفرستید تا ما با توجه به مشورتی که بچه‌های گروه تولید به ما میدن در واقع بگیم که آیا اون گونه توصیه میشه به کاشتش یا نه. و مزرعه کارآفرینی روندش بر این است که اگر کشاورزی شرایط اقلیمی لازم، شرایط خاک مزرعه لازم و یا اطلاعات کافی برای کشاورزی رو نداشته باشه، روند ما بر این است که به هیچ وجه حتی به اصرار کشاورز هم اگر درخواست نهال کنه، روند ما بر این است که نهالی در اختیارشون قرار نمیدیم، چون عواقب بعدی کار گریبانگیر خود مزرعه دار و کشاورز میشه و متاسفانه در مواردی شاید دیده بشه که سرمایه ایشون از بین بره. بسیار توصیه میکنیم برای کسایی که اراضی زیادی دارن و سرمایه بیشتری میخوان بذارن، حتما آزمایشات لازم رو انجام بدن و با یک کارشناس محلی هم که در حوزه کشاورزی فعال است حتما مشورت کنن. خیلی خوب، برگردیم سراغ درخت پاولونیا. ببینید شرایط و نیازهایی که برای درخت پاولونیا ما نیاز داریم به لحاظ خاک مزرعه، یک خاک لومی شکل که ریشه بتونه جولان بده در اون، و منظور از خاک لومی شکل یعنی خاکی که نه تراکم بسیار زیادی داشته باشه به لحاظ خاک رست و نه تراکم کمی که در واقع موجب فقر خاک بشه. ما همچین خاکی رو نیاز داریم. در مورد شوری خاک، طبق اون چیزی که در مقالات نوشته شده و تجاربی که در کشت پاولونیا گفته شده، برای گونه‌ای مثل فورتونی ما نیاز داریم که شوری خاک و آب حتما زیر 6000 باشه. البته در بعضی از موارد گفته شده با آزمایش هایی و تجربه هایی که به دست اومده تا شوری 7500 تا 8000 هم درخت پاولونیا قابلیت تحمل داره. در مورد پی اچ هم از پی اچ منفی در واقع از پی اچ مثبت 5.5 تا 8 قابلیت تحمل داره. اما ما به دنبال این هستیم که یک زراعت بهینه داشته باشیم. در نتیجه حتما باید این موارد رو رعایت کنیم، چون ممکنه که اگر که شرایط از این حدودی که تعریف میشه در واقع تجاوز کنه، درخت براش مشکلی پیش نیاد، اما اون در واقع رشد بهینه رو از دست میدیم و سرمایه گذاری ما ممکنه جواب خوبی نداشته باشه. در خصوص شرایط اقلیمی ما ارتفاع سطح دریایی کمتر از 1600 رو نیاز داریم و در مورد دما اطلاعاتی که ما الان داریم برای گونه فورتونی از -15 تا -45 و گفته میشه برای گونه تومنتوزا که بیشتر جنبه زینتی داره و سرعت رشدش از گونه فورتونی پایینتر هست تا -22 درجه تحمل سرمایی دارن که برای بعضی از اقلیم‌های ایران که زمستان سردی دارن گونه مناسب تریه.